اگر از کشور تاجیکستان هستی گوش بکو یک لحظه میگه پای مرا که بسیار زیاد سر تا نقطه‌ای هستم. صفحه فیسبوک ما عمدتاً تحقیق کننده هایش از کشور تاجیکستان است. بعضی وقتا مرحمت میکنن، پیام میتن، ما با چقدر شوق و ذوق پیام باز میکنیم که همزبان ما چی گفته باشه، میرم ترجمه میکنم چون به خط روسی نوشته کرده. یک تقاضاهای بیجای و گپای بیجای مثلا به امام علی رحمان توهین میکنن، از ما میخواین که ما باید بر ضد حکومت امام علی رحمان فعالیت بکنم و از گروه های جهادی که در تاجیکستان است دفاع بکنم. تو خجالت نمیکشی که همه تو تقاضاها را از ما میکنی؟ شما اول یک بار به سرزمین ما نگاه بکنید که ما جهاد کردیم چی کردیم. امروزه بدبختترین کشور روی زمین افغانستان است که قدر جهاد کرده. یعنی حتی پیروانای خود جهادگرا نان ندارن، اولادایشان رو میفروشن، دخترای میدهشان رو میفروشن که نان پیدا کنن بخورن، گرده هایشان رو میفروشن. یک کشور بی‌سایه، فلک زده، خدا زده. ما خود ما از این جهاد چی دیدیم؟